درود به شما، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخوام رازی رو که هیچکس بهتون نمیگه من به شما میگم. اگر خواستید سراسین رو بدوزید یا اپل بدوزید، جای گرد رو بدوزید، دقت بکنید. اگر اینو باز کنید سردوزو، ببینید اینجا یه پیچی داره، یه زامنی داره، میاد پایین میره بالا. ببینید اینجا این کارش چیه؟ این وقت که بیاد پایین کار پیشبر رو نگاه کنید، جلو عقب میبره. اگر کاملا بیاد پایین، پارچه‌ای که میخواد بدوزید زودتر میگیره. برای سراستین جایی که گرد میخواد بدوزی، این باید بیاد پایین. پس یادتون باشه هر چی بیاد پایین تر، کاره گرد رو میتونید به راحتی بدوزی و لذت ببرید. حالا میخواید عادی بدوزید، باید روی درجه 2-3 بذارید. 1-2-3 میبندید، بعد خیاطی میکنید. اینجا یه جایی داره، جای روغن داره، دقت بکنید. حتما باید اینجا رو روغن داشته باشه. حالا این چیه؟ برای چیه؟ برای این که شما وقتی میدوزید تیغتون، سوزنتون داغ نکنه، یه موقع خدای نکرده سوزنتون بشکنه. ببینید باید بریزید تا تقریبا داشته باشه که فیلترش روغن رو برسونه. خب یادتون بس باشه اینجا هم روغن بدنید که تیغتون و سوزنتون داغ نکنه. این ویدیو رو اگر لذت بردی حتما ذخیره بکن، حتما دانلود کن که گمش نکنید، که از خیاطی هم لذت ببری. درود بر شما.